موزه پرگامون در برلین از موزه‌های معروف اروپا و گذرگاهی میان تاریخ و تمدن از یونان و مصر و روم و آشور و بابل و ایران. محرابی مربوط به مسجدی در کاشان، محرابی زرین فام مربوط به قرن هفتم هجری. Unsere Prunkstücke hier in der Sammlung ein Mihrab. یکی از آثار برجسته ما در این مجموعه محراب مسجد میدان در کاشان هست. هنرمندان کاشانی در قرون ششم و هفتم این نوع آثار هنری رو خلق می‌کردند و در واقع این هنر جزو اسراری است که بین اساتید سینه به سینه منتقل شده. در بخش دیگر پرگامون به تازگی 360 اثر از 7000 سال تمدن ایران گردآوری و به نمایش درآمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاهخودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دستنویس دوره ایلخانیان. سلام، اسمم اشتفان وبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید. رنگامیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست، آدمو به حیرت وامی داره. موزه‌های ایران و آلمان در 2 سال گذشته همکاری‌هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم. 150مین سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقینا از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین برده‌برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچه بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.